شدن. بعدم نمیاد یا آمار بدم 40 شرکت نفتی و پتروشیمیایی و معدنی و بانکایی که مالک اینها بودن در سال 1401 سودشون قریب هزار میلیارد بوده تومان، یعنی 1000 همت، دقیق بگم 957 همت. حقوقی که دولت در همون سال به کارمندانش داده 800 همت بیشتر نبوده. این عدالته. این عدالت سرمایه داری، این عدالت مکتب رفاه، عدالت اسلامی نیست. بدون انفال این چیزا نمیشه. کسانی که قدرت دستشون بوده برن در سواحل مکران پالایشگاه خصوصی افتتاح بکنن، این عدالت نیست. این همون است که اصلا میفهمید من برای این تو میدان آمدم. لولا ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کزة ظالم و سقب مظلوم لالفیت حبلها علی غاربا. اگر خدای متعال تعهد نگرفته بود که در مقابل پرخوری و آرق زدن یه عده به گرسنگی، عده سکوت نکنه عالم، من نمی اومدم